سلام بچه ها، من بریب دیار هستم. خوش اومدیم به این ویدیو. این ویدیو پارت اول کانتر 2 بریم که بازیشو بکنیم. بچه ها، من همیشه تو این دنیا میرم، خیلی این دنیا رو دوست دارم و اینو چیز میرم دیگه، همین اینو، چون که نه چرا اینا رو آدم بد گذاشتن، اینا کسایی که بهشون حمله میکنن و میاموزن، ولی خب اینا میان کسایی که چون قانون گفته میاموزن. واقعا این من متوجه نمیشم. ولش کن، بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اینو داریم، بریم بیخریم یه چیزی، یه توفنگ، یه چیزی خوبه. با قیمت کمی که داره خدای میارزه. بخشی صداش یه ذره زیاده. ببینیم خدای با 2 ضربه میزنه شقه میکنه آدم. فکر کن با 700 تومن اینو بوده. سینا کسی میگن با 700 تومن بهت یه خام شکلات یه چیز میدم، ولی خب میری اونجا بهت میگن نه بابا، یه سال گذشته، وقتی که یه روز گذشته. آره دیگه، چی بگم. نه بابا، همین خوبه. خیلی خوب، خیلی خوب بچه. یه خدایی با این توفنگی که داریم خیلی رو کشتیم. خیلی هم که چه بگم، فقط 5 تا. نه خوبه. حالا خب دوره بمیر بابا. خب حالا بیایم اینه رو بخریم. به به بنازم. اما این خدای چند تا میان میزد خیلی خدای خوبتر بود، با اینکه یه دونه بزنه میمیره، ولی خب چرا اونجا رفتم؟ به خدا الان میمیرم، به جان مادرم. اینا دیگه خدای مردم. و مردم؟ نه مسکه نمردم. نه به من بردم، یا هنوز نمردم. بهوش کشت. نمیدونم دیگه کشت، چه میدونم دیگه خیلی خوب. حالا بریم اینو بکشم. پیدا شونم منیم واقعا نمیکشم. حیف که نمیدونم که منو کشته. بابا یعنی چی این همه اومدم کشتم به من میری 2500 تا پول میدی؟ بازم حالا اونقدر کم نیست، ولی خب مردم. خیلی خوب بچه ها، بیایم دوباره این خود هیچ صدام از جیز شد. خیلی خوب، از اول دوباره مثل همیشه اینو بیا بکشش دیگه. این بچه یه آدم. خب چرا اونو 1000 بار زدی نمرد و منو یه بار زدی مردم؟ والا تو دیوار مسکه احساس شدم. خب یه دونه این بخیم که کامل پولمون بر فنا رفت. اینم اونقدر مطمئن نیستم که ببرم، ولی خوب حالا میمیرم به خدا. باور کن خون افتاده، نمیتونم به 21 قلب چطور میشه کار انجام داده. واقعا من نمیدونم. خیلی خوب بچه می جا کارمون رو انجام بدیم. چیز خریم که ماشاءالله چیز زیادی هم نمیشه خرید، ولی بمبی چیزی هم نمیخریم. بمب دودزا
بابا تو آخه چه آخه این بمب دوزا چی ها یعنی چی من نمیفهمم یعنی چی دوتایی تفنگامون که چیز نبود مثلم نبود یا بهتر بگم خیلی خوب و بچه هر ایده چیزی خواستیم بهم بگی من بیام سوار کنم هر بازی چیزی هست بهم بگین یا اون ویدیو رو بسازم یا سریالی فیلمی آخه اونم میسازیم اما با این وضع اینترنتی که هست نمیشه البته دوباره مردم ببین بچه این ویدیو شاید واسه خیلی قبل پیشه چون که اینترنت هست فیلتر شکن هست ولی خب توی یوتیوب نمیشه گذاشت یعنی اصلا نمیاره بالا نمیدونم چرا ولی خب دیگه خب نمیدونم تو رو دانه ماد کی من آخه میزنه از دیوار مانکرفت که نیستیم تقاضشو پس گرفت یعنی تقاضشو دادیم بمرد یعنی خیلی خوب بچه راستی خبری خوب کانتر سیمه منتشم من دیدم خیلی وقت شد اومده ولی خب یکی ریخته من شنیدم که اون گفته بده بازیش ولی دیگه حالا اگه خواستین تو کامنت بگین اونم واسه تون بیام بازیش بابا کی از ناکجا آباد منو زد فکر کنم از اون زد نه با توپنگ مجانی فکر کنم اومدم مجانی اومدم گذاشت بعدش بچه ها اینجا که ایمنی صدام کمه یه ببخشید و آره خیلی خوب چون یه 5000 تا داریم ولی خب همینم کارمون رو میندازم چون که مرده نه همه خوب بوده نه این بده بابا این 20 تا داره این 30 تا همه خوب بچه نمیم چرا زده 4 تا میتونه داشته باشه ولی 30 تا داره یعنی واقعا من موندم مگه توپنگ خاکستر داریم این میکشی خیلی خوب مردم از خیلی بدی خیلی خوب دوباره بیم اینو بخریم شیلد و چیزم بگیم لباسم بخریم دمون حال بدیم نبودش ببرم
خب مرد. او یعنی چی؟ شما دلم روشن چه حالیه چه دردناکیه. بازم نمی خیلی میریم. نه کوش که کوش متاسفانه. خیلی خوب بچه، اینم از ویدیو ما بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنین، ساب کنین، کامنت بذارین تا ویدیو دیگه. خداحافظ.